در روز اول عملیات گسترده نیروهای حکومتی عراق چند منطقه در کناره‌های فلوجه از زیر نظارت جنگیان گروه دولت اسلامی آزاد شد. در این باره مقامات رسمی عراق روز 23 می خبر دادند نیروهای امنیتی توانستند به مناطق گرمو، شهابی و السجر وارد شوند. حکومت عراق علاقه این عملیات را موفقیت آمیز نامیده است. درباره این عملیات صحبت داریم با مردوس آقا، مدیر منطقه آسیای جنوبی و خاورمیانه در رادیوی آزادی. آقای سوغم، تشکر که برای این صحبت آماده شدید. شما با این اظهارات و یا قناعتمندی زیادی آقای عبادی چی نظر دارید؟ واقعا هم می شود امید بست که پایگاه های دولت اسلامی نوبت کاملا نابود می شوند و گرو این وجود دارد که کفالت این وجود دارد که واقعا هم این جنگیان سلاح به دست یک مدت در خاک سوریه پناه برده دوباره برنمیگردند به خاک عراق؟ البته اول از شهر فلوجه شروع کنیم، برای اینکه نیروهای حکومتی عراق همچنین شبه نظامیانی که برای دولت یا به ضد حکومت اسلامی می جنگند شهر فلوجه را در محاصره گرفتند، ولی تصرف این شهر کار بسیار سختی خواهد بود. اول اینکه عرض کنم شهر فلوجه در سال 2004 دو بار هدف حمله ارتش آمریکا، نیروی هوایی آمریکا قرار گرفت، زمانی که جنگجویان القاعده وابسته به القاعده متمرکز در این شهر بودند و حتی برای ارتش آمریکا آسان نبود در سال 2004 تلفات زیادی دادند تا فلوجه را تصرف کنند. شهر فلوجه معروف به شهر مسجد هاست و در این 15 سال اخیر همیشه مقر تمرکز تندروهای اسلامی بوده و همچنین مرکز القاعده. این بار نیروی هوایی آمریکا نمیتونه زیاد کمک کنه به نیروهای عراقی، چون که 10,000 شهروند عادی در این شهر زندگی میکنند، باقی ماندند. بله. و نیروی هوایی آمریکا نمیتونه کار زیادی انجام بده به نفع نیروهای عراقی و به اضافه این که تا حالا جاهایی که حکومت عراق تونسته تصرف کنه در این نبردها معلوم شده که فقط نیروهای کماندویی عراق واقعا مؤثر هستند. یعنی این کدام نیروها برای مثلا تماشابین عادی شرح بدهید؟ برای در محاصره گرفتن، برای کنترل راهها، تعداد اونهایی که مؤثر هستند کمه. عراق 2 تا 4 هزار نیروی ویژه داره. بله. کماندوی ویژه داره. اونها هستند که در واقع میتونن سنگر به سنگر جلو برند و مناطقی را از دست داعش پس بگیرند. بله. خب کدام اندازه واقعا هم پیروزی بر شورشیان یا جنگیان گروه دولت اسلامی امکان پذیر است؟ یک چیزی واقعی است به نظر شما؟ ببینید تا اونجایی که کشورهای منطقه‌ای به اضافه روسیه و آمریکا با هم متحد نیستند و توافق اساسی ندارند، منظور ترکیه، سوریه، منظور عربستان سعودی، ترکیه، ایران مهره خیلی مهمی است. بله. روسیه و آمریکا. بعضی از این کشورها مخصوصا کشورهای منطقه‌ای در واقع دنبال منافع منطقه‌ای خود هستند، حفظ نفوذ خود در منطقه هستند و مبارزه با تروریسم اکثر اوقات مبارزه با تروریست مخالف من هست، نه همه تروریست ها. یعنی اون دشمن خیلی محدود می شود در سیمای. بله. مثلا اگر ما مثال ایران را بیاریم، حکومت جمهوری اسلامی ایران دنبال حفظ نفوذ خود در کشورهای عربی است، در منطقه است. بله. مخصوصا مناطق و کشورهایی که اکثریت جمعیت شیعه دارند. عربستان سعودی در مقابل این عکس العمل نشان میده، طبیعی است. و تروریست عربستان حتما تروریست ایران نیست و تروریست ایران حتما تروریست عربستان نیست. و بالای این مشکلات منطقه‌ای آمده روسیه و این سیاست حکومت پوتین، دولت پوتین
برای نشان دادن روسیه به عنوان یک کشور ابرقدرت، یک کشور بسیار نیرومند که بدون حرف من هیچ مسئله‌ای در این منطقه حل نخواهد شد و این هم بیشتر مسئله را مشکلتر و پیچیده‌تر میکند. تشکر برای صحبت. همراهی ما در این صحبت مختصر مدیر برنامه‌های آسیای جنوبی و خاور میانه مرداد ساغان بودند.